شبتون بخیر. دارم میرم به سمت خونه داداشم که گیتارمو بیارم و تمرینش کنم. فصل سرما میکنم، کاش لباس گرمتر پوشیده بودم. اشکال نداره. قرار رسیدم دیگه برم گیتارمو بردارم. انقدر دلم واسش تنگ شده، یعنی فقط خدا میدونه. بچه ها وایسید، الان گیتارمو میارم. دادادادن سلام. ببین اصلا کوک نیست و در صورت واقعا دلم تنگ شده بود. بچه ها دوست دارید براتون گیتار بزنم؟ ببین اصلا کوک نیست. باید من کوکش کنم. کوک کردم، بریم که بنوازیم. خب بچه ها خیلی وقتی که تمرین نکردم، قول نمیدم که خوب بشه. خب بچه ها گیتارمون رو دیگه باید ورداریم ببریم خونه خودمون که اونجا بتونیم تمرین کنیم. بچه ها میخوام گیتارم ببرم خونه خودمون که اونجا تمرین بکنم. به همین دلیل دیگه بیشتر اینجا نمیام. خب این از گیتارم. وایسید من باید پایه چیزم جمع کنم. فعلا خدافظ. من ماهیاشو نگاه کنین، خدا وکیلی چه خوشگلن. قبل رفتن گفتم یکم غذا بخورم بعد برم. دارم به این فکر میکنم که چقدر خوب شد که دانشگاه امروز تعطیل شد. بچه آفتابو ببینید، خیلی خوب شد واقعا. فکر نمیکردم انقدر خوش بگذره. بچه ها از دانشگاه بهم زنگ زدن، الان بهتون میگم. از دانشگاه با هم تماس گرفتن، گفتن که بیا دبیر انجمن رشته خودت شو، یعنی رشته حسابداری شو. بعد من اینجوری بودم که اوکی خب باید چیکار بکنم که حالا دبیر بشم و اینا. گفتش که معدل تو باید بالای 17 باشه. گفتم اوکی. من معدل ترم قبلم 18 شد. بعد گفتش که نه، معدل کل تو باید به همون بگی. گفتم 16 شدم. بعد گفتش که نه نمیشه، اگه میخوای دبیر انجام بشی باید بالای 17 باشی. و اینجوری بود که آره دیگه خلاصه کنسل شد. آره همین. فکرم نمی کنم خیلی چیز مهمی باشه. نه خب من خودم خیلی کار دارم میدونی. فکر نمی کنم مثلا بتونم اونجا هم هندل کنم. خب سختم هست میدونی. تمرین من الان اینه، دارم اینا رو تمرین میکنم.